سلام خدمت همه دوستان. امروز اومدم آموزش هک اکانت کلش، یا بهتره بگم گرفتن اکانت از خود سوپرسل رو بهتون آموزش بدم. یا وارد برنامه جیمیل میشید. و اینجا این به اضافه برای بعضی قلم هم هست رو میزنید. جیمیل خود سوپرسل رو میزنید. این جیمیل سوپرسل آیدی خودتونم دیدید، نوشته سوپرسل آیدی 8537. موضوع می نویسید گرفتن اکانت کلش، اکانت تانهال. بعضی میگن تانهال 13 هم وجود داره. نه، حتما اونایی که زدن تانهال 13 آنلاین شدن دیگه، باید صاحبش بیشتر از 90 روز آنلاین نشده باشه. امکان تانهال مثلا 11 میزنم، 12 هم داره، 10 هم داره، هر کدوم چیز دارین، فقط تا تانهالش کمتر بزنین زودتر پیدا میکنه. می نویسید اینجا، من کپی کردم، صبر کنید. تو خط اول می نویسید سوپرسل من میخوام باهات معامله کنم. اینو که نویسید منی اکانت لیول اکانتی که میخواید جاش بدید. لیول اکانتتون حتما بالای 25 باشه. لیول اکانت با لیول 93، اکانت هم 93 هستش. با نام محمد، انگلیسی نوشتم، این اطلاعاتش باید درست باشه. محمد رو بهت میدم توی اکانت بالای لیول 130. من 130 زدم، میتونید 140 150 هم بزنید و ای زودتر پیدا میکنید. 130 بزنید. جیمیل اکانتتون رو مینویسید. بله، این فقط اینو نوشتم. زافریس کام بخشید دوستان. خب اشکال نداره. gmail.com رمز اکانتشون، مثلا من ستاره میزنم، شما رمز واقعی. خیلی از دوستان میخوان به سوپرسل کلک بزنن، مثلا رمزشون اشتباه مینویسن یا اصلا رمز نمیزنه. خودتون امتحان کنید، میبینید که جواب نمیده اصلا. اینم همینجوری میذارم. مطمئن باشید بیشتر از 24 ساعت وقت میخواد، ولی من همینجوری اینو میزنم تا زودتر برام پیدا میکنه. ختم اضافه است. با سپاس فراوان. خداحافظ.